شده مرد؟ چرا حیوان میگریزد؟ نمیدانم، هرچی کردم نتوانستم به او برسم. از کاروان گریخت و یک راست آمد به این سو. خسته هم کرد. اهل کنعانی؟ آری. تو از کجا میدانی؟ از لباسهایت شبیه به کنعانیان است. با آنان زندگی کردم. آهای! تو اینجا چه میکنی؟ مگر نمیدانی اینجا منطقه ممنوع است؟ تقصیر از من نیست. شترم به این سو گریخت. من نیز ناگزیر به دنبال او آمدم. هر چه زودتر اینجا را ترک کن. او از اهالی زادگاه من است. اگر اجازه دهید قدری با او صحبت کنم. مانعی ندارد. فقط بگو زودتر برود. گفتی اهل کنعانی؟ آری. تو کیستی؟ اینجا چه میکنی؟ داستانش طولانی است. آیا بزرگ مردم کنعان را میشناسی؟ آری، یعقوب نبی، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. شنیدم او را 12 شاخه پربار و بر است. بود، ولی یک شاخه از او را بریدم. از حال یعقوب نبی خبر داری؟ شنیدم به غم هجران مبتلا شده. بیت الاحزانی ساخته و از همه کناره گرفته و به زاری در غم آن شاخه بریده روزگار می‌گذراند. تو چرا گریه می‌کنی؟ به کنعان نزد آن پیر دل سوخته اگر رفتی بگو از یک جوان مهجور زندانی برای او پیام داری. بگو زندانی گفت هرگاه درد هجران و سوز فراق تو را به نهایت رسید و دست تضرع به درگاه حضرت دوست برداشتی، در حق فرزندان دور از پدر و قریب نیز دعا کن. تو کیستی؟ از نام و نشان خود نگفتی؟ معذورم بدار، اذن گفتن ندارم. بیا این هم شترت، دیگر از تو نمی‌پرسم. عجیب است، چقدر در پی او دویدم. اصلا عجیب نیست. در این هستی هر موجودی در پی مأموریتی روان است و به سوی هدفی می‌رود. یعنی این شتر مخصوصاً مرا به اینجا کشانده؟ کاروانیان منتظر من هستند. خدا نگهدار. خدا نگهدار. به بزرگ کنعانیان بگو به جای آن شاخه بریده خدا را بنشان و صبر پیشه کن. دعا کن که او را زودتر بیابی. خدا نگهدار.